دختره دیروز من تو کافی شاپ دید، تقریبا 2 سال ازم کوچیک‌تر بود. بعد گفتش که دارم قرص میخورم. صبا گفتم برای چی؟ گفت انقدر تحت فشارم. گفتم تحت فشار چی؟ گفت تحت فشار خانواده‌ام. خیلی گیر دادن که من با پسرمون باید ازدواج کنم، پسرمون هم داره یه جا کار میکنه، کارمند با حقوق 15-20 تومن. من خودم الان دارم کافی شاپ کار میکنم، 10 تومن دارم پول میگیرم. یاد خودم افتادم، منم تو کافی شاپ کار میکردم. بهش گفتم حالا کافی شاپ اونقدر بد نیست، ممکنه مثلا وضعیتش تغییر بکنه. یه هفته اونم تقریبا براش آموزش گذاشتم، کاری که الان دارم انجام میدم بهش یاد دادم. گفتم برو تمرین کن، هم از این کافی شاپ در بیای، هم وقتی به یه درآمدی برسی رو پای خودت باشی، دیگه خانواده بهت فشار نمیارن که با فلان پسر برو ازدواج کن صرف مسائل مالی. همون آموزشی که بهش دادم به صورت رایگان در اختیارتون هست و میتونید ببینید. حداقل وقتی که دارید این آموزشو میبینید به جای میرسید که در ماه‌های اولیه حداقل 15-20 تومن درآمد یک کارمند رو دارین که حداقل خانواده‌هاتون دیگه نگرانی این درآمد رو نداشته باشن و کم کم بر اساس تلاشتون میتونید رشدش بدین. در صورتی که تلاش بکنی عدد 20 رو بفرست پایین، آموزشو برات بیاد توی دایرکت، خواهرم کنارت.